ولید خالد سلیمان یک جی بسپورین راهنانا سایان الهرم کردستان لسالا 2001 دست به بیکاری کریه و تاکنو که بردوام سر راهنانا سایم پولیسی لپارزگاه دهور هجمارک زور جی سایان راهنان پیکریه و بوکارن اولکاری بکارد اینن لهرم کردستانه. سال 2001 امریکا کمپانی خود سکیوریتی اینان هرم کردستانه از پرای که علاقات شما کل و کمپانی و من دست 2001 دست بکری و حتی نکس بردام. برای اینو که افجور سال هرم نبون مجدر و کرینو تینان نو که هرم جی امشین تدریب داینو حاضر کینو هر شغل سکیوریتی پیپ کین بس دو نوع تایباتی هین بو ویشولی تحمل شولید کن تحمل واسطیانت کن تحمل جوید کن بجن جرمن شیپر مالینس هر دو نوع گلای باشن بو شغل سکیوریتی. ولید جهاز خود دست به بیکاری کریه و لگلای کمپانی بیانی و نافقوی کار کریه. جبو راهنان آسایم پولیسی نوکه سرپرشتیا گروپه که کسان دکت جهرما کردستانه جبو فرکرنوان بو راهنانا سایان لجهن او لکاریه. بله کمپانی سکیوریتی شرکت اهلی شغل ما بردام حتی نوکه ام سایت پولیسی تبدین و سلاحی تفتشا بینات و شارع زاویه ایک جایی که بیناده که واقعی بیتن مثلا چه ارهابی چه هر چیزی بیتن امشین برای سایت پلیسی می بگیرین و دست سر کینو و بردام جینو که کارتین و دستگاه آسایش و شرطه و الهرم کردستان هم کارتین بله. سلام بالایی دنگ امریکا دوها.